جامعه نباید توی دامن شما رو وارد آگاهی بکنه. انسان نیازمند اینه که در این بیگانگی زندگی کنه، اما این بیگانگی به معنای این نیست که شما خنای درونتون رو از دست بدید، یعنی تبدیل به روزنامه بشید، تبدیل به آدمایی که زود میشه مطالعهشون کرد و انداختشون دور. سلام، امروز اومدیم برای ضبط دومین قسمت از پادکست دانشگاه مازندران. بچه خودمون هستیم، اسمش احتمالاً ویکسته، هنوزم مطمئن نیستیم. با دوستامون اینجاییم، قرار درباره طرح کوآپ، در واقع طرح اتصال دانشگاه به صنعت که توی دوره‌ای فکر کنم 6 ماه یا 8 ماهه بچه‌ها میرن برای یه سری شرکت‌ها، حالا بیشتر صنعتی کار میکنن و تو اون ترم دانشگاه یه ترمشو در واقع مرخصی حساب میکنه و بعدن نمرهشو میده و 3 ماه هم که تابستونه. مهمونای اونجامون به خودشون دو معرفی میکنن. از دوستامونن بچه‌های ورودی 99 علوم کامپیوتر و من خودم کسرا هستم، کسرا دسترنج. تو شرکت پلاسونیک کار میکردم توی ساری که حالا بیشتر اونجا کارهای دیزاین اینا رو انجام میدادیم. اولین دوستمون سید محمد. سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که الان دارن صدای ما رو میشنون. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه. سید محمد نصیری هستم، دانشجوی علوم کامپیوتر ورودی 99 همونطور که کسرا جان گفتن و من دوره کوآپ رو تو شرکت جادوی فکر گذروندم. خیلی ممنونم از کسرا که این فرصت رو داد به ما که بتونیم در خدمت شما باشیم. سلام عرض میکنم، محمد یزدانی هستم، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر ورودی 99 توی شرکت سمیرای کار کردم توی این دوره کوآپ و دوست دارم که تجربیاتم رو در اختیارتون بذارم توی این پادکست. ممنون از بچه‌ها و معرفی‌هاشون. بریم سراغ حرف و این چیزا دیگه. من اولین بار برخلاف شما دوتا جزو گروه اولی بودم که رفت اینجا و این نکته بگم که قبل از ما این طرح تو دانشگاه بود ولی بیشتر دانشگاه فنی و اینا بود. علوم کامپیوتر نیومده بود، یعنی علوم پایه نیومده بود. علوم پایه ما به عنوان اولین نفرات این دوره بودیم. حالا راجبش حرف میزنیم. اینکه چی شد تصمیم گرفتیم که تو طرح کوآپ شرکت کنیم، یعنی حس کردیم که آقا چه چیز متفاوتی تو این طرح دیدیم که آقا ما مثلا یه سال از وقتمون رو بذاریم، مثلا یا چی دانشگاه نبود که حس کردیم تو اونجا هست، فکر می‌کردیم چی در انتظارمونه. خب از اونجا که ما بچهای علوم پایه هستیم چیزی به اسم کارآموزی نداریم. بچهای فنی مهندسی یه 3 ماه تابستونی بر اساس واحدایی که بهشون ارائه میشه مجبورن که یعنی موظفن که این دوره کارآموزی رو بگذرن. و اینکه یه مورد دیگه باعث شد به کوآپ فکر کنم این بود که خب ما این همه یعنی چند سالی که گذشت این همه ترم ها که باید پاس کنه اینا بیایم حالا ببینیم میشه آیا جایی ازش استفاده کرد یا نه، اینکه کاربردشون چیه، بریم ببینیم چه چیزایی قراره استفاده بشه یا اصلا قابل استفاده هست یا نه، فایده‌ای داشته برای ما این دانشگاه آمدن یا نه. اینکه توی جوش قرار بگیریم، توی جو یه اداره‌ای، یه حالا شرکتی و اونجا خودمون رو محک بزنیم که ببینیم چند مرده علاجی. همونجور که اشاره شد ما چون کارآموزی نداریم، من خیلی دوست داشتم که با فضای کاری آشنا بشم و اینکه بدونم این شرکت نرم افزاری مثلا چجوری کار میکنه و از این چیزایی که توی دانشگاه یاد میگیریم قراره در آینده چجوری استفاده بشه. خب حالا من دیگه سوالا یه طوریه که چون انقدر زیاده احتمالاً نمیرسیم هممون به همشون جواب بدیم، ولی خب بیشتر سعی می‌کنیم تجربه محور رو اینکه کدوم دوست داریم راجعش حرف بزنیم پیش بریم. حالا من یکم بگم راجع به اینکه من وقتی اولین بار این طرحو دیدم یه جوری بود دانشگاه که شرایط خوبی نبود متاسفانه و کلی داستان اتفاق افتاده بود و توی نظر روحی هم تو حالت خوبی نبودم و دلم می‌خواست که از فضای دانشگاه واقعا دور باشم، چون ما حداقل ورود 99 اینجوری بودیم که 4 ترم آنلاین اومده بودیم دانشگاه و تا حد زیادی از دانشگاه چیز زیادی تجربه خوبی نداشتیم. تجربه آنلاین واقعا تجربه بدی بود واقعیتش بخواید. امیدوارم آدمایی که اینو گوش میدن حداقل برای 20 سال آینده اگه یه روزی برگشتین دارین پادکستمون رو گوش میدین بدونین که یه دوره‌ای یه بیماری اومد به اسم کرونا و ما از دوره کنکورمون یعنی یه هفته کنکور رو عقب مینداختن و بعد از کنکورمون تو دانشگاه نزدیک 4 ترم با واتساپ و حالا اونم بعدش فیلتر کردم و چیزای دیگه میرفتیم سر دانشگاه سر کلاس. من وقتی وارد دانشگاه شدیم یعنی با عنوان ورودی ترم 4 بودیم ولی به عنوان انگار ورودی معمولی قول دوستان چیز ترم وارد دانشگاه شدیم و همین و تجربه خوبی نبود. بعد از 2 ترم سعی کردیم فرار کنیم از این مرحله که تعارف که نداریم که دوره مجازی بود، خیلی مثلا تقلب کردن اینا، ما هم خود جزشون بودیم دیگه. نصف ترم 4 که مجازی بود نصف دیگه‌اش حضوری شد. خیلی یعنی خیلی از بچه‌ها فشار اومد، نمیتونستن برسونن درس‌ها رو، حالا هضم می‌کردن. خیلی هم مشروط شدم، من خودم هم مشروط شدم. اینکه آره اون ترم اولین ترم ما واقعا تجربه خوبی نبود. خیلی‌ها ترم اول که دانشگاه میرن خب لذت میبرن از اینکه شروع شده و اینا. ما از اواسط ترم اومدیم دانشگاه
اصلا خوب نبود برای ما. آره همه خیلی مشهود شدن اون ترما. یعنی ببین من اینجا که مثلا ترم داشتیم نمره هم خوب میگرفتیم تو آنلاین، حالا جدا روش‌های خودمون داشتیم برای این کار، ولی اینکه وقتی که حضوری شد من مثلا چون باور نمی‌کردم حضوری کنم، چون هنوزم بیماری بود، هنوزم داستان بود، هنوز آدم میمرد و یه دفعه مثلا یه کاتی خورد و گفتم بیاین دانشگاه. من اون ترم انتخاب واحد کرده بودم 20 واحد برداشته بودم، خیلی خوشحال که اوکی بازم ترم آنلاین داریم، ولی گفتن که وسطش بیاین و حضوری شده و خیلی ما بدبخت شدن. حالا بریم سراغ ادامه. برای من حداقل وقتی من نمیدونم بچه‌ها چند تا شرکت رفتن برای مسابقه تا قبول شدن، ولی برای من اولین شرکتی که بود رفتم من رو هوا زدن، اینقدر من خفنم، یعنی باور کنید مثلا. حالا و کاش نمیزدن رو هوا منو میذاشتن سراغ جای دیگه. ولی آره حالا شما راجع به مصاحبه کاری کم حرف بزنیم. رفتیم اونجا چی پرسیدن ازتون؟ مثلا چه انتظاری ازتون داشتن؟ مثلا چیز عجیبی که مثلا براتون بود چی؟ مثلا من رفته بودم اونجا، من تو مصاحبه گفتم که من موشن دیزاینرم، مثلا انیمیت کم کار میکنم و میتونم پریمییر کار میکنم، فلان کار میکنم و آدوب ایلاستریتور کار میکنم. بعد اینجوری بودش که اوکی بیا میتونی این پوستر برای ما درست کنیم، مثلا نمیدونم میتونی مثلا یه کله یادم بذاری رو بدن یکی دیگه. گفتم داداش میگم دیزاینرم دیگه، یعنی چی این کارو میتونه انجام بدی یا نه؟ مثلا درک زیادی مثلا از موقعیت ما نداشتن. و رفتم بعضی از این شرکت ها بیشتر آدما رو به فرم یه دانشجویی که اومده اینجا به رشتهش مثلا کار کنه نمیبینن. اینا میگردن تو دانشگاه شرکتشون چی خالی دارن، اینو دنبال آدم برای اون قسمت خالیه میگردن و اینجا کاپ انگار مثلا یه کارگر مفتی براشون میده واقعا. اوکی حالا بیاین شما تجربتون راجع به اولین باری که رفتین شرکت و مصاحبهتون. بار اول که من رفتم مصاحبه، در واقع اولین مصاحبه شغلی من بود که برام یک تجربه جدید بود. اونجا یک نفر اومد و از من پرسید که مثلا ما اینجا فقط نیروی دیوآپس می‌خوایم، مثلا براشون مهم نبود که شما مثلا اونو خوندی نخوندی، مثلا نیروی دیوآپس می‌خوایم، آیا می‌خوای اینو یاد بگیری یا نمی‌خوای یاد بگیری. مثلا برنامه‌نویسی و مثلا چیزایی که دانشگاه خوندیم برای ما مثلا زیاد مهم نیستش، ما فقط همین نیرو. بعد من چون خیلی دوست داشتم که واقعا وارد همین شرکت نرم افزاری بشم و مثلا این تجربه رو کسب کنم، قبول کردم و بعد تازه اون مسئول فنیشون اومد و از من مصاحبه گرفت. بعد توی مصاحبه اول حتی قبول هم نکردن که مثلا شما میتونی بیای تو شرکت. من تو موقع دقیقاً زمان امتحانا بود و من گفتن شما یک هفته دیگه میای، باید مثلا شبکه رو خونده باشی کلیشو. آره توی هفته گفتش برو شبکه رو یاد بگیر و بیا امتحان. گفتم که خیلی خوب باشه. مثلا رفتم امتحان دادم و بعد یه هفته پیششون رفتم گفتن که اوکی مثلا میتونی بیای شرکت، ولی باز دوباره به من یه فرصت مطالعاتی دادن و نذاشتن من بیام شرکت. بازم گفتن که 2 ماه اول شما باید مثلا خودتون این آموزشا رو ببینید. حالا یه رودمپ به من دادن، گفتن که مثلا لینوکس و مثلا داکر و یه سری مواردی رو گفتن بخون مربوط به دیوآپس. فقط یه رودمپ به من دادن و هیچ آموزشی به من ندادن که منبعی بدن یا چیزی. فقط گفتن آقا برو اینا رو یاد بگیر بیا اینجا، تازه اون موقع ازت دوباره تست میگیریم، اگه قبول شدی دوباره میتونی بیای تو شرکت کار کنی. و اینجوری شد که ما بعد از امتحان رفتیم خونه، اصلا شرکت نرفتیم تا 2 ماه. آنلاین بود یا حضوری؟ مصاحبه حضوری بود. حالا بعد 2 ماه هم که رفتم اونجا مصاحبه دادم و گفتن که حالا از فروردین مثلا میتونی بیای. برای من که خب 3 تا شرکت رو به ترتیب انتخاب کرده بودم، هر 3 تا رو مصاحبه رفتم. شرکت اولی که رفته بودم برای مصاحبه همون شرکتی بود که محمد رفت و خب اونجا من پذیرفته نشدم، چون که واقعا من تو حوزه زمینه می‌خواستم کار کنم که اونا نمیپذیرفتن کارم. شرکت دوم یه کارخونه بود توی باولسر که اینجا رفتم و گفتن که چیز خاصی نمیخواستن از آدم، صرفا میگفتن که یه چیزایی که پیش زمینه‌ای که داری بنویس، یا مثلا اگه پروژه انجام دادی توی چه میدونم گیت هاب گذاشتی یا گیت لب جای گذاشتی اون لینکشو برام بذار که ما بریم ببینیم. کلا یه پیش زمینی از تو میخواستن، کار خیلی مثلا شاخی نمیخواستن، کار اگر این فلان کارو کردی بیا. سوال عجیبی نمیپرسیدن. و شرکت سوم که جادوی فکر بود رفتم برای مصاحبه، اونا هم همینجوری مثلا صرفا یه رزومه میخواستن و اینکه حالا دبیرستانت کجا بودی، بعد گفتن چی کارا کردی تا الان، دانشگاه چیا یاد گرفتی، از درسای دانشگاه چه چیزایی بلدی که به درد ما بخوره و اینا رو از ما پرسیدن و بعد تکنولوژی که بلدی باشون کار کنیم اینا.
چیز خاصی از ما نخواستن. این درسایی که از دانشگاه بهتون گفتم بلد باشین، چون برای من تجربه محمد شکلی بود که گفتن آقا این چیزایی که خوندی هیچکدوم به درد ما نمیخوره و رفت مثلا از اول سری درس دیگه یاد گرفت. برای تو درسای دانشگاهی که براشون مهم بود چیا بودن؟ مثلا بعد مثلا امتحان گرفتن یا نه مثلا نمره‌های درس رو نگاه کردن پیش رفتن؟ نمره ها رو که نگاه نکردن. درسایی که به درد میخورد درس مثل ساختمان داده، مثل طراحی الگوریتم، یا درسای مثل هوش مصنوعی که الگوریتم‌های مختلف رو پیاده سازی میکنن بچه‌ها. اینا رو نه اینکه بگن بیان امتحان بگیرن، اینا نه، صرفا یه سری سوالا میپرسن از الگوریتم ها که ببینن آشنایی داری باهاش یا نه. اینکه میگن درس دانشگاه اصلا به درد نمیخوره اینا به نظر من اشتباهه. تو علوم داده درسی مثل جبر خطی و همچین درس‌هایی خیلی اونجا به کارتون میاد که بخواید در واقع به عمق اون مباحث پی ببرین و صرفاً با یه سری از کتابخونه‌ها همجوری کار نکنین، در لگو بازی نکنین. برای همین باید اون مباحث رو پشتش بلد باشین. حالا بریم سراغ یکم جلوتر. وقتی وارد شرکت شدین میخوام راجع به شرایطی که با همکاراتون داشتین یا تونستین رابطه ایجاد کنین، اگه برمیگشتین با اون دوره، یعنی به اول دوره، برای اینکه دوباره این کار رو مثلا تو اونجا شروع کنید، حالا صرف از اینکه میخواین یا نه، ولی خب برمیگشتیم اون برای مثلا ارتباط برقرار کردن، شبکه ساختن با یه دوست شما، با همکاراتون، چه استراتژی پیش میگرفتیم؟ به نظرتون اصلا باهاتون خوب برخورد میکردن؟ یعنی اینجوری بود که مثلا پذیرنده باشن یا نه بیشتر شما رو غریبه حس میکردن؟ در واقع روزای اول که من شرکت میرفتم کلا اصلا واقعا حس مثلا غریب بودن اونجا درک میکنیم. مثلا هیچ کسی نه با شما صحبت میکنه نه میشناسن شما رو. ما یه تیم 3 نفره بودیم که به حال یه مدیر دیوآپس داشتیم و 2 نفر هم زیر دستش بودیم که اون فرد دیگه حالا مثلا سابقه کار داشت اونجا بود و اصلا من از اتاق و بخش اینا جدا بودم. من انداخته بودن توی قسمت برنامه‌نویسا چون اونجا جا نداشتن، اصلا من یه بخش دیگه بودم. بعد مثلا صبح میرفتم یه سلام میکردم، میگفتم که مهندس چیکار کنیم، گفتیش حالا فعلا برو بشین بهت میگم، حالا میام بهت میگم. بعد مثلا میرفتم میشستم 8 صبح تا مثلا ساعت 12 بعد از ظهر، شاید موقع نهار همو میدیدیم. بعد من میگفتش که مثلا فلان کارو بکن، مثلا یه کاری مثلا به من میداد و مثلا من انجام میدادم. و اینکه در ارتباط با همکاران، خب دیگه حالا افراد زیادی اونجا وجود دارن، خب شخصیت‌های متفاوتی دارن دیگه. مثلا بعضیاشون گرم میگیرن با صحبت میکنن، ولی تعداد زیادیشون مثلا اینجوری نیستن و حتی بین خودشون هم اینجوری نیستن. حالا یا به خاطر روحیه مثلا چیزی که دانشون میگن خیلی برنامه‌نویسا خیلی مثلا درونگران و این چیزا، خیلی گرم نمیگرفتن با هم دیگه. خب حالا من خودم رو تجربه خودم بگم. من برعکس شماها توی شرکت صنعتی داشتم کار میکردم و حالا اسم شرکتم پلاستونیک بودش و این شکلی بودش که کار تو صنعت واقعا تجربه جالب بود برام. اینجوری بود که کار تو صنعت تو مرحله اول بیشتر از این که یه خلاقیتی بخواد، در واقع نیاز داره که یه چیزو همش باز-تولید کنی. خب و حتی جای خطرناکی هم بود دیگه. منو یه هفته اول دم در میشستم تو نگهبانی که مثلا منو راه بدن تو که مثلا بریم با مدیر مثلا حرف بزنیم. بعد یه هفته بعدش منو توی شده بودم مثلا منشی مدیر امور انسانی و یعنی برگه مرتب میکردم. ببین من کل این 8 ماه بگم شغلام مثلا شاید بخشام عوض میشد ولی کارام کم نمیشد، اضافه میشد. مثلا مدیر امور انسانی بودم، بعد میرفتم مثلا 3 ماه مثلا دستیار مدیر تولید بودم، ولی باز برمیگشتم کارو مدیر امور انسانی رو انجام میدادم. یعنی من کارهای مرتب کردن برگا فلان کردن و اینا همه چی بود. و پیش مدیر تولیدم که خب بخش تولید کار میکردیم، اینکه چقدر تولید میشه تو روز، چقدر مثلا بسته‌بندی‌ها، داستان‌ها، جنس و روابط. کلا بهم کمک کرد توی هر بخشی بودم که بفهمم این آدما چجوری کار میکنن. و این نکته دیگه برای من که یه خوش شانسی بود، این که من از وسطای دی، یعنی آخرای دی بیشتر رفتم اونجا و اسفند تولدم بود و یک کاری که کردم این که بچه واقعا قدر شکمم بدیم، راه مناسبی برای ارتباط پیدا کردن. من کل شرکت رو شیرینی دادم روز تولدم و از اون روز همه تازه فهمیدن که این کیه داره ما شیرینی میدی، گفتن کسرا فلان اینجا ایناست و اسمم شناختن. و من دیگه بعد این اولین چیزی بود که تونستم بیشتر با همکارام ارتباط برقرار کنم و تو بخش تولیدم خیلی کمک کرد، چون مهمترین این پرجمعیترین بخش شرکت بخش تولید بود که حالا اون افرادی که اونجا کار میکردن هی میادن میرفتن و باعث شد خیلی مثلا بیشتر بشناسیم همدیگه، دوست شیم و آدمای خیلی روالی بودن و شغل سختی هم بود واقعا. مثلا شرکت صنعتی‌ها واقعا برعکس شرکت دولتی که مثلا میبینی که طرف شاید مثلا تا 9 صبح بلند شه بره صبحانه‌شو بخوره
کار بعد فلان اینا شرکت خصوصی نه. یه روز 5 صبح بلند میشد میومد سر کار رو اون دستگاه اکسترودر تو اون گرما تو اون فلان تابستونم بود دیگه. واقعا شرایط سختی بود برای کار کردن، خیلی هم واقعا خوب. من همش فکر می‌کنم خدا چجوری مثلا اینقدر اعصابشون راحته وضعیت اینا شاید اینا، ولی واقعا خیلی خوب خودشون کنترل میکنن. شاید سختی بود واقعا. تجربه من توی کار کردن با اون افراد، یه پروژه دیگه هم داشتم، پروژه ساختن برای سال تحویل. قرار بود ویدیو بزنم با کل شرکت، نزدیک 50 نفر مسابقه کردم، ویدیوشون ادیت زدم اینا. بعد خیلی ویدیو باحالی هم شد، فکر کنم بمونه برای همیشه. و خیلی باعث شد که تو اونجا، چون سوالی که ازشون میپرسم، شوخیایی که میکردم اینا، خیلی باعث شد که بیشتر بشناسمشون، فضای چیزمون ایجاد بشه. حالا این از تجربه من که تونستم بیشتر چجوری با آدم آشنا بشم. من اگه برمیگشتمم بیشتر از این کارا میکردم. حالا تو اگه برگردی چی کار میکنی واقعا که مثلا بخوای رابطه، میدونی، چون من واقعا فهمیدم که چقدر اون رابطه ساختن و کامیونیکیشن ساختن چقدر مهمه تو اون کار رابطه شرکت. خب کاش واقعا بیشتر توی موقعیت‌ها ایجاد میکردم که بتونم بشناسمشون، حداقل باشون به گفتگو بشم. خیلی موقع دلیل این که مثلا غریبه این حس نمی‌کنیم که اصلا گفتگو ایجاد نمیشه، مثلا باشون حرفم نمیزنم، اینقدر درگیر، اینقدر مثلا حواسشون برامبره، مثلا به ما نگاه نمیکنن. خب حس می‌کنیم که ما اسممون غریبه ایم. حالا شما بگین تو اگه برمیگشتی چیکار می‌کردی مثلا با همکارات اطلاعات؟ تو فکر کنم مثلا یه بخشی از همکارات در واقع همین دانشجوها اینجا بودن، ولی بیشتر اینه که همکار غیر دانشجو داشتیم باز تو بخشتون. نه، ما همکار غیر دانشجو نداشتیم، چون که ما کاری که کرده بودیم اولین در واقع گروهی بودیم که، یعنی تا الان اون شرکتی بودیم برای هوش مصنوعی و این داستانا گروهی نداشت، یا تیمی نداشت. حالا بگم که من تنها نبودم تو شرکت، از بچهای خودمون دوستام 3 نفر بودیم، یعنی با هم دیگه 4 نفر میشدیم. یکی از بچهای حسابداری بودن 5 نفر، از دانشگاه رفته بودیم، زیادم اون احساس غربت و تنهایی نبود که بخوام بگم همه ما کنار هم نشسته بودیم. خوب بود، جو دوستانه و خوبی بود. و ارتباط با بقیه اعضای شرکت، حالا به خاطر ماهیت شرکت همونطور که گفتی، بعضی شرکت‌های کارخونه بزرگن و اینکه سخت هم دیگر میشناسن، یا شاید اصلا تو رو نشناسن، ولی خب اونجایی که بودیم حالا زیاد بزرگ نبود، برای همین بقیه که رفت آمد میکردن میومدن و حالا ما رو میدیدن، میپرسیدن آره چیکارا میکنین چیکار نمیکنین و اینا. در کل خوب بود، با اون خوب رفتار میکردن که ما رو در واقع یه جورایی جز خودشون میدونستن، از مدیر پروژه بگیر، مدیر برنامه، مدیر پروژه، همچین چیزی. آره. و اینکه مسئول منابع انسانی هم یه خانم خیلی مهربونی بودن اونجا، یه زیاد به اون بد نگذشت، خوب بود. چقدرم تعریف میکنی ازش، یکم بد بگو دیگه. چرا ازشه حس میکنم مثلا چک دارم. راحت باش. تنها آدمی که واقعا از این وضعیت خوشحال بود فکر کنم سید محمد بود. چیکار کردم اینجا بود؟ اشغال. ماشاءالله. این اسم شرکت چی بود؟ جادو فکر. بچه جادو فکر اینا خوبه، این سر بزنین. اوکی آقا یه چیز بگم، یه ترند جدیدن اومده. خب این که میگن نسل زدیا تو کار کردن خیلی چیزا. شنیدی اینو محمد؟ یه آماری هست میگن 80% نسل زدیا که تا الان استخدام شدن، تو این آمار تو آمریکا که 80% اونایی که میرن سر کار بعد یه مدت اخراج میشن. حالا علتش اینه که یکی از در واقع سینیورایی که شرکت هست به من گفت خیلی وقتا حالا این نسل ما دوست داره یه کاریو سطحی حل کنه بره سراغ کار بعدی، یعنی نمیخواد عمیق بشه خیلی زیاد توی هر کاری. حالا اینکه زود بگذره تموم کنه یک تسکیو، شاید یکی از دلایلش این باشه. یه چیزی هم هست، این که حالا من بگم، من تو خود شرکتمونم فکر کنم دومین تجربه کوآپشون بودم. یعنی قبل از اونم یه آقای از چیزام بود، بخش شیمی دانشگاهم بود که اون پسرم میشناختم، یعنی مثلا دوستمون بود. الان توی هم مدرسه‌ای باش بودم و خیلی پسر خوبی بود، ولی خب اونا ازش واقعا راضی نبودن. اون خیلی زیاد آدم اجتماعی و فرنشیبی نبود. شکرمش یه طوریه که آدم درونگرا رو خیلی سرکوب میکنه واقعا. اینجوری که مثلا سرکوب میکنه، یعنی مثلا آدم درونگرا زیاد توشون نمیتونن رشد کنن و سریع مثلا کنار گذاشته میشن، چون آدمایی که بیشتر مثلا ارتباط بگم بیشتر بتونن حرف بزنن معمولا دوست داشتنی تر هستن. همه جا فکر کنم همین شکلی باشه، ولی حالا اون محیط ما این شکلی بود. این که میگن که نسل زدیا تنبل شدن، نسل زدیا مثلا اینجوریه که بخوان از کار فرار کنن، به نظر من اینطوری نیست. به نظرم چون الان فیچرهای بیشتری تو دست بالمون هست، یعنی مثلا ما گزینه‌های بیشتری داریم برای اینکه کار بکنیم، یعنی از این رسانه‌های اجتماعی که وجود داره، از کارهای بیرون. خب درسته حالا مشکل کار و بیکاری تو کشور واقعا بیداد می‌کنه. بچه‌ها نمی‌دونم شما تو چند سال دیگه دارین این پادکست رو گوش میدین، حالا امیدوارم ایران تو موقع خیلی خوب شده باشه. اگه تا موقع که حالا بدونید که ایران تو این شرایط الان توی رکود
سنگینه، دلار خدا تومان قیمتشه 60 تومن. میترسم بدتر باشه اون موقع. آره و شرایط بدیه بچه، واقعا شرایط بدیه. همه چه صنعت‌ها چه کارا اینا همشون خوابیده. ولی حالا این که میگن این ترندی گفته از آمریکا اومده بیشتر، چون میگن نسل زد یا نسل حداقل سال 2013 به بعد بیشتر تنبلن، ولی اینجوریه که اونا حس میکنم گزینه‌های بیشتری برای انجام دادن دارن، چون الان دنیا انقدر داره سریع تغییر میکنه، انقدر داره پیشرفت میکنه که مثلا همین پوش مصنوعی که اومده قسمت بزرگی از شغلا رو تو خیلی از جاها از بین برده، اصلا داره یه تغییر بزرگ ایجاد میکنه. و همین تو محمد به نظر تو چیه؟ به نظر ماها تنبل‌تر شدیم یا نه واقعا داستان چیز دیگه است؟ به نظرم مثلا این نسل ما الان از ابزارهایی که اومده استفاده میکنن و خیلی کارا راحت تر میشه و خیلی از قدیمی ها این کارا نمیکنن، خیلی از این ابزارا رو بلد نیستن و برای همین به ما میگن ما مثلا تنبلیم، مثلا این کارو انجام نمیدیم، در حالی که ما این کارو مثلا شاید توی 2 دقیقه انجام میدیم. خیلی خوب گفتی. ببین من یه سری کارا بود تو پروژه تو شرکت، مثلا یارو تایملاین مشخص کرد. ما شرکتمون شکلی بود که خیلی از این نظر منظم بود، یعنی یه صفحه مثلا کاری داشتیم، هر روز برامون یه سری کار چیز میشد. از این نظر یه سری مثلا سیستم مدیریتی خیلی جالبی داشت واقعا و ما میرفتیم مثلا اون انجام. اون تایمی که برای از کار من مثلا نوشته میشد اینجوری بود که کل اون کارا شد تو 1 ساعت انجام داد و من 8 ساعت باید تو این شرکت بودم و واقعا یه جایز قسمت بزرگش باید کار می‌کردی، خودت سرگرم می‌کردی تو اون شرکت که آقا چیکار کنم من به جز مثلا اون یه سری آدم که اونجا هستن، مثلا اون آدمایی که مثلا دارن کار میکنن تو قسمت تولید، بقیه آدما اکثرا کارشون برگ بازیه دیگه. خب این من باید همش میرفتم به اونا کمک میکنم. کار خودم واقعا اونقدر چیزی نبود که وقت زیادی بگیره، به جز اینکه تو مثلا موقعیت‌های خاصی بود یا بعدن تو آینده بیشتر شکل گرفت. یعنی اولاش ایده‌ای مثلا برای دانشجوی کاب نداشتن خیلیاشون و کم کم جلو رفت. مثلا من توی 3 ماه آخر مثلا اینجوری بود که اتاق مثلا شخصی دار شدیم، سیستم شخصی دار شدیم. اینجوری بود که بعد یه سری بچهای دیگه هم از گرفته اومد اضافه شدن، به اونا داشتن کار می‌کردن که کارشون پیش ببرن. بعد ما علاوه بر مثلا اون قسمت ما یک در واقع یه قسمت جدا شده از یه شرکت دیگه بودیم، شرکت اصلی پلاستونیک بود، ما تو بسرام کار می‌کردیم. خب یه جفت هم بودن. بعد از اون مثلا یه سمت پلاستونیک هم رفتیم، یعنی قسمت بزرگتر، دسترسیمون بیشتر شد. ولی خب من به شخصه چون تو حوزه اینا کار می‌کردم، هر کاری کردم تو قسمت رسانه حاضر نشدم مثلا چیز بدم، میدون بدم، فضا بدم و کمکم کنم. بیشتر منو تا جایی که می‌خواستم فکر می‌کردم منو منشی نگه دارن، نمیدونم چرا. یعنی من میگفتم آقا ببین خیلی توانایی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی، ولی اینجوری بودن که نه بمون اینجا، مثلا برگ مرتب کن، تاریخ بزن. یعنی چی آخه؟ مثلا این کارو که مثلا به من میدم چت جی پی تی انجام میده برات دیگه، من چیکار داری؟ خب این واقعا تجربه بدیه. ببین اگه واقعا شرکتی رفتیم اونجا که حتما بگین که آقا من قرار بیشتر از منشی براتون کار کنم، اگه حس می‌کنین شرکت اینجوریه سریع میتونید به من کار نکردم، حس می‌کردم چغلی کردنه واقعا که برم مثلا به مسئول کوآپ بگم. حالا شاید اگه میگفتم کاری نمی‌کردم، نمیدونم، ولی کاری نمی‌کردم. من حس می‌کردم چغلی کردنه و هیچی نمیگفتم که مثلا اینا واقعا اون چیزی که براش مصاحبه شدم اون کارو بهم نمیدادن و اینطوری پیش نمیرفت. ولی خب دیدیم که ولی کم کم شرایط بهتر شد، یعنی به سمت بهبودی رفتیم و همین. حالا یکم راجع به این سر پول جان، مثلا بحث مدرقه من تو زندگیه واقعا این که آقا ببین من تجربه خودم بگم، من چقدر حرف میزنم مثلا اشغال این پادکست خودم، تو پادکست با شهری من تو پادکست با شهریار ببین 5 کلمه حرف میزنم کلا شهریار به الان دیگه پادکست خودم. من تو قسمت پول بگم که 2 ماه اول که رایگان کار کردم، ولی از 2 ماه دوم شروع کردم حقوق بهم دادم. اول 30% 50%. البته بگم من نه فکر کنم مثلا حتی حقوق ماه اولم دادم. 2 ماه اول مثلا نزدیک مثلا 20% 30% پول دادن. خب ولی خب یعنی پلاسونیک از این نظر خیلی خوبه. از ماه مثلا 4م 5م دیگه 50% حقوق کارگر رو اینا میدادن و تهش 50% بچه‌ها، یعنی به دلتون صابون نزنین بیشتر نصف بشه و اینا در واقع به اندازه یک کارگر کامل کار کنین بهتون نصفش پول میدن و همین. حالا شما بگین تجربهاتونو بگین که آقا داستان پول چطوری اصلا باشون چجوری هندل کردین، اصلا اسم پول میبرین چشاشون برق میزد یا نه؟ داستان چیه؟ بگو محمد تو. من در مورد پول واقعیتش نمیتونم خیلی صحبت کنم چون که تجربهش نداشتم. آره دیگه من 2 ماه اول که گفتم تو خونه بودم و داشتم آموزش میدیدم دیگه. بعد 2 ماه اولم وارد شرکت شدم، از فروردین تا خردادم کار میکردم. بعد
اونجا دیگه گفتم که دیگه 2 ماه اول اگه بخوایم الان حساب کنیم، رفتم به منتورم گفتم که الان باید یه پول دیگه به من بدین. بعد دیگه از اینجا بود که گفتش که خب بذار من میرم صحبت میکنم. اینجا که دیگه منتور من رفت صحبت کرد با شرکت و این داستانا و اینا. دقیقاً یه تایم بود که یکی از بچه‌ها که اونجا کار میکرد رفته بود. بعد اینجوری شد که 2-3 روز بعد بهم زنگ زدن گفتن که واقعیت شرکت قرار شده که با شما دورکاری کار کنه و پروژه مثلا با شما کار کنه و مثلا هر پروژه که انجام بدیم مثلا به شما یک پولی بده. بعد گفتم که اوکی، برای منم خیلی بهتر بود اینجوری، چون که تو این کوآپ واسه من زیاد فایده‌ای نداشته چیزی، چون اونجا یاد نمیگیرم. من اگه 8 ساعتم اونجا 9 ساعت اونجا بودم هر روز، از 9 ساعتی که اونجا بودم شاید 1 ساعت من کار انجام میدادم. خب و کاری که بهم میدادن اصلا کار مهمی نبود، یعنی کار تمرینی بود بیشتر و وارد پروژه شرکت من نمی‌کردم. بعد دیگه چیز کردم دیگه. سید محمد تو بگو. درباره پول بگم. در مسئله حقوق و این داستانا ما چون به خاطر اینکه شرکت جا نداشت اول، بعد به ما پول که نمیداد اول اون چند ماهی که باید چیز کار میکردیم طبق چیز خود کوآپ که بگم 3 یا 4 ماه بود که اول حقوق نداشتیم. چند ماه بود؟ 2 ماه اول حقوق نه بیشتره. آره 3 ماه اول فکر کنم حقوق نداشت. اول که 1 ماه تاخیر داشتیم بین تا بریم شرکت و اینا، چون جا نداشتن تا جا ردیفش و اینا 1 ماه اینجوری گذشت. ولی روند پرداخت حقوقشون خوب بود، یعنی منظم بود، منظم که اومدن از ما شماره حسابی گرفتن و اون داستانا انجام شد. فقط بعضی وقتا یه تاخیر چند روزه‌ای داشت اینکه بخوام حقوق بدن، ولی میدادن، اینجوری نبود که ندن بگن نه، یا تاخیر مثلا 5 روز دیگه تهش بود. آره اینجوری نبود بیان بگن بیلا حقوق چیه. درباره اینکه چیزی یاد میدن یا نه، حالا محمدم صحبت کرد اینکه اونجا با این پیش زمینه نرن بچه‌ها که قرار چیزی بهشون یاد بدن، اینجوریه که قرار خودشون یاد بگیرن. ما دانشجوییم دیگه، تعارف که نداریم، قرار نیست که مثل مدرسه به ما یاد بدن که شاید یه مسیری رو بهت نشون بدن، بگن فلان برو فلان فلان فلان، یه رودمپ بهت بگن بیا بر اساس این انجام بده. ولی خب اونم به ما نمیگفتن، صرفا میومدن یه پروژه کلی تعریف میکردن، مثلا میگفتن ما همچین ابزاری میخوایم که بیاد فلان کارو بکنه و فلان خروجی رو داشته باشه و بعدش ما باید میرفتیم اینو تقسیم بندی میکردیم، یعنی ریز میکردیم، میگفتیم برای هر قسمت باید چه چیزی استفاده کنیم که بتونیم اون چالش رو حل کنیم. اینجوریه که خودشون یاد بگیرن. اوکیه. ولی محمد چرا این حرف رو میزنه؟ سید محمد این بچه اینو میگه برای اینکه مثل من حداقل اون شرکت دم خونش. خب نه بابا من با اون سر بودم، شرکت سوری بود دیگه، من همیشه در حال رفت آمد بودم. آها تو از ساری میرفتی با ارزم میومدی؟ میرفتم آره جویبار یا با ارزم. اوکی جالبه. بس خب تو هم شرایطت احتمالاً خوب نبود بس. ولی خب حالا ببین برای ماها که حداقل داخل استانیم و شهرهای شما رو به هم نزدیکی احتمالاً کارا یکم راحت‌تر میشه. خب ولی این مشکل دیگه ایجاد میشه. حالا بریم سر سال بعدیمون، سالی که به نظر مهمتره، سال اسکان. خب اینکه یه سری بچه‌ها مثل محمد که اینجاست واقعا نماینده خوبی برای این گفتگوه، اینکه محمد از اصفهانه و درست اصفهانی و این مشکل اسکانی که ایجاد میشد، حالا دانشگاه نمیدونم تا چه حد پیگیری کرد، خود محمد میگه، ولی بچهای سریشون واقعا اگه حقوق درست نمیداد، حداقل حقوق معمولی که برای رفت آمد نمیدادن، خب یعنی ببین طرف تا 1 سال از عمرش میذاره تابستون هم قراره اینجا بمونه و درست خانواده‌اش میتونن تا یه حدی ساپورتش کنن، ولی هزینه اسکان اینجا برای 1 نفر آدم تنها نمیتونی 1 نفر خونه بگیری که دانشگاه 4 نفر 5 نفر با هم خونه میگیره و این خیلی مشکل ایجاد میکرد حداقل برای بچه‌ها و احتمالاً هم مشکل ایجاد کنه. باید تو این بخش فکری براش بکنن دانشگاه، چون که داره بالاخره دانشجو میده و باید دانشجو خودشه، هر چی هم بشه تا آخر این دانشجو به اسم دانشگاه مازندران براش میمونه. و حالا محمد تو کم راجع به اون قضیه اسکان و اینا که چیکار کردی بگو که مثلا پشت در اومدن یا مثلا به کمکی کردن تو این مسئله و اینا. دانشگاه گفته بود که خوابگاه میده و واقعا هم به قولش عمل کرد، چون خوابگاه من یکی از دوستان دیگه هم گرفته بود، منم حتی نامه‌شو به منم دادن، ولی توی تابستون از 2 ماه آخر دادن دیگه. تیر که مثلا به حساب ما خونه داشتیم، اگه نداشتیم حالا با تأخیر میدادن، یعنی اینجوری نبود که همون لحظه بری شما بهتون خوابگاه رو بدن. خب و واقعا خوابگاه دادن، از این لحاظ مشکلی نبود، ولی خوراک و اینا همش به عهده خودتونه و اینکه خوابگاهی که میدن فقط تو همون شهر دانشگاه مازندران میدن، تو همین شهر بابلسر میدن دیگه. و اگر مثلا محل کارتون بابل باشه یا ساری باشه یا جای دیگه باشه، این هیچ تأثیری براتون نداره. مثلا
زیاد باید کرایه راه بدید همون قد. میتونید اون 2 ماه برید مثلا همون شهر استانی برید خونه بگیرید، براتون شاید مثلا به صرفه تر در بیاد. من خودم راجع به تجربه خودم حتی راجع به چیز بگم، راجع به رفت و آمد بگم. ما شرکت پلاستونیک، من تا آخرین روز مشکل رفت و آمد داشتم با این شرکت و آخرم همش هم سعی میکردن که مثلا با یه نسبیگری اخلاقی حلش کنن، یعنی یه کاری کنن که هم اونور راضی بشن هم اینجوری پیش برن. خب یعنی کارو هم اول نمیدونن حل کنن که راننده حاضر نمیشد که تو اون مسیری که اتوبوس داشت میرفت وایس سر محل زندگی من ترمز بزنم من سوارشم بعد برم، چون که کارمندا اینا اکثرا بچهای مثلا منطقه‌ای مثلا راهبند و اینجا بودن ساری، یا نمیدونم چقدر ساری رو میشناسید، و اینا میومدن خزر مثلا اکثرا و حالا یا چند تا منطقه دیگه نهایتا خزر، آخرش خزر سوار میشدم میومدم مثلا شرکت که جاده دریا بود و من خونم جاده دریا بود و وسط راه مثلا یارو حاضر نمیشد بزنه. 2 تا راننده بودن، یکیشون این کار برام میکرد که دیگه این کار نمیکرد که اون مسئول صاحب اصلی اتوبوس این کار نمیکرد و اینو تا خیلی برام مشکل ایجاد کردم واقعا. تا آخرین روزم هی داستان داشتیم، من هی چند وقت اینور وای میسادم چند وقت اونور وای میسادم تا این کار حل شه. حس می‌کردی که مثلا با آدم انگار این یه آدم اضافه برخورد میکنن و میگن که بس برو از همونجا وادت رو، یا نه به نظر کلا این قضیه دورکاری تو حوزه علوم کامپیوتر اینا خیلی چیز روالیه، هم خیلی این کار انجام میدن. دورکاری توی علوم کامپیوتر یه چیز روالی هستش، ولی حسی که من نسبت به اون شرکت گرفتم بود که یک نیروی اضافه بودم اونجا، چون که مثلا ما 3 تا دیوآپس کار اونجا بودیم، 80% مواقع من خودم نگاهشون میکردم، حتی اون مدیر دیوآپس، حتی این زیر دستشون که به هر حال سابقه کار دارن و اونجا کار رو بلدن، بیکار بودن و کار خاصی انجام نمیدادن تو شرکت. مثلا دقیقاً همون دوره بود که همستر و اینا ترند شده بود و خیلی داشتن همستر بازی میکردن، نمیدونم یکی فیلم میدید و توی شرکت‌های نرم افزاری فکر نکنید که اینجوری همه دارن 0 تا 100 دارن کد میزنن، 8 ساعت 9 ساعت اونجا دارن سختی میکشن کار میکنن و اینا. تا جایی که من دیدم تایمی که کار میکنن از 9 ساعت یا 4 ساعت باشه به زور. حالا محمد از این تایملاین روزش گفت، حالا سید نامه تو بگو که یک روز تو شرکت و شما چطوری میگذشت، مثلا چیکار میکردین اینا. حالا من بگم، من اول بگم بعد بریم سید محمد. اینکه من از مثلا صبح میرفتم شرکت، من یه روزه که ماشین داشتم خیلی زود، من آدمیم که سرخیزم واقعا 5 صبح بلند میشم و مثلا وقتی خودم ماشین داشتم مثلا 5 صبح مثلا 6 صبح میرفتم شرکت و یه تایمی هم که نه وای مثلا با اتوبوس مثلا 8 شروع میشد شرکت ما. اینجوری بودش که خب صبحونه بود فلان بود، بعد یه تایم نهاری داشتیم، مثلا میرفتم مثلا تا ساعت 9 کار صبحونه انجام میدادیم، پشت میز بعد چای میخوردیم و این داستانا. از این نظر غذا واقعا بگم طلا، این پلاستونیک غذایی که میده به خدا میگن اصلا این اینقدر خوشمزه است، این خانم واقعا دستش حداقل تو روغن کم نمیره غذا اینقدر چربه که دوستان بعد از یه تایمی اینجوری بودش که همه میافتادن، این کارگرا بعد از غذا مثلا خیلی احتمالاً آره همه خواب بودن. این تایم شرکت واقعا یه تایم اینقدر سکوت بود شرکت حتی حال نشم با هم حرف بزنن. ولی خب خیلی جالب. بعد تایم غذاش هم اینجوری بود که چون همه نمیسن یه دفعه شرکت ول نمیکنن که مثلا همه ول کنن برن غذا بخورن، که یکی مثلا میرفتیم ما هم همینه. مثلا تو اون آشپزخونه که داشتیم مثلا ظرفیتش مثلا نزدیک مثلا 5 نفر 8 نفر جا میشدیم و مثلا تو اون خب شرکت 50 تا نیرو داشت تو هر دوره، یعنی 3 خشی بودن، 50 تا عوض میشن فکر کنم، یعنی نه 20 تا عوض میشن 50 نمیدونم، ولی خب کلا فکر کنم 50 تا بودیم و همین. برای ما بگم کارامون 3 شیفت بود، کارکنان 3 شیفت کار میکرد و از این داستانا. حالا برای من اینجوری بود که بعد از صبحانه مثلا میرفتم سراغ اون پروژه که برام تعریف شده، حالا تو هر دوره مختلفی که بودم، یعنی چه دوره‌ای که پیش مسئول امور انسانی بودم، چه رفتم پیش مدیر تولید و چه رفتم حالا تو اتاق خودم و سیستم شخصی خودم، و تو همشون روال بود که مثلا تا تایم قبل نهار پروژه رو انجام میدیم، بعد میرفتیم نهار می‌خوریم نیم ساعت 40 دقیقه، بعد برمی‌گشتیم دوباره سراغ کارامون تا ساعت 4 که تماشا بیاد و این شکلی به تایملاین مثلا خیلی عجیب نمیاد برای شرکت صنعتی دیگه این چیز ثابتیه. تو بگو تایملاین شما چجوری بود؟ زمان کاری تایم کاری که ما داشتیم حالا تا دیگه شرکت از ساعت 8 تا 4 ما بودیم، از 8 بودیم تا 1. برای همین صبح می اومدیم، صبح بیدار میشدیم که گفتی سرخیز میشه آدم اینا. حالا آدمی که سرخیز هم نباشه به لطف دوره کار سرخیز میشه دیگه، مجبوری که سرخیز باشی. بعد یه چایی به ما میدادن و صبحانه که خود بعد همراه خود میآوردی، بعد اینکه اونجا نونی بهت بدن اینا هست، میتونی بگیری یه چایی بهت میدن یا آبجوش اگه بخوای. بعد دیگه تا ساعت 1 میشستیم پای کار دیگه. حالا این وسط به قول کی که به قول محمد یک سره فکر نکنن که تحول کد زدن و رفع مشکلات و کار شاخه اینا، نه خیلی وقتا صحبت میکنن با هم دیگه. حالا ما صحبت میکردیم بگو بخندم داشتیم، همه چی با هم دیگه است.
اوکی، حالا درباره چای هم که گفت، ببین چای واقعا یکی از اونجا کارمندا میگفت که تو رگ آدما اینجا به جای بیشتر از خون چاییه. واقعا اینجوری بود که ببین با فلاسک چای پخش می‌کردن تو کل شرکت. من خودم دو داغم فلاسک یه دونه فلاسک کامل هر روز چای می‌خوردیم و چای، من چای خور نبودم واقعا، همین الانم نیستم، آدم نیستم با چای داشت، ولی اونجا احتیاط پیدا کردم به این ماده مخدر. واقعا من بعد از این بعد شرکت هر روز ساعت 9 سرم درد می‌کرد که واقعا حس می‌کردم نیاز دارم به چای. این خیلی اتفاق بدیه، حواستون باشه که صد درگیر این چیزا نشید. بریم سوال بعدی. حس کردیم واقعا چیزی تو کاپ یاد گرفتین که به نظرتون تو آینده شغلیتون احتمالاً قراره تاثیر مهمی بذاره، یا چیزی حس کردین که آقا من بعد از مثلا کاپ آدم متفاوت‌تریم، یا مثلا لحظه‌ای بوده که بگی اوکی مثلا حس کنین خیلی مثلا براتون مفید بوده؟ چه تأثیری روتون گذاشته حداقل برای این ایده‌های کاری و این که برای آیندهتون؟ چیزایی که حالا یاد میگیری به درد میخوره، فارغ از اون مباحث فنی که یاد میگیری بر اساس رشته‌ای که دارن بچه‌ها، دیگه متحد باشی، یعنی کارتو درست انجام بدی. البته اینم دست خودتونه، یعنی زیاد اونجا بهتون فشار نمیارن که آره فلان کارو چرا نکردی، فلان کارو به موقع نرسوندی. اینا بیشتر بستگی به خود اون کارآموز داره که بخواد در واقع آن تایم باشه یا تلاش بکنه یا نه. ولی خب این اینجوری هم نیست که کلا ولت کنن بگن آره همینجوری هستی دیگه، نداره. نه، یه جایی ازت یه بازخوردی میخوان، یه ارائه میخوان که تا الان چیکار کردی. حالا بهم بگین که این قبل از اینکه برین شرکت وارد شرکت بشین، خب تصورتون از کارتون چی بود؟ یعنی حداقل چیزی که برای من اتفاق افتاد این بودش که شرکت چیزی که راجع به حداقل تو مصاحبه یا چیزی که با اون حرف زده بودن بعداً تو عملی تو شرکت نمیدیدم. خب یعنی سطح مصاحبه با سطح واقعا خود شرکت زمین تا آسمون فرق می‌کنه. شرکت مثلا یه جوری حرف می‌زنه که مثلا چه می‌دونم یه شرکت خفن چند ملیتی فلان اینجوریه، آره تو سیلیکون ولی، و بعدا رفتیم تو محیط کار دیدیم که نه، اون قدرام که میگفتن این داستانا نیست، بیش از حد مثلا تو مصاحبه بالا میگیرن و یعنی واقعا نیروکاری میگیرن که هدرش میاد انرژیشو بیش از حد، یعنی آدما به حد اکثر پتانسیلشون نمیرسن. و حالا من یه چیزی که تو شرکت خیلی به اون یاد دادن کار کردن، سیستم مدیریت زمانی بود. خب یعنی شرکت خیلی منظم بود، خیلی آن تایم بود، خیلی مثلا همش میگفتن آقا تو این بازار مثلا این کارو رو انجام بدیم، بعد چطوری مثلا مرتب کنیم فایل‌ها فلان این داستانا. خیلی سیستم مدیریتی حداقل بسته‌ای داشت شرکت. و یه داستان دیگه توی خود کارمنداش بود. من چیزی که حس می‌کردم تو فضای اون شرکت اینجوریه که به خاطر نبودن یه سری از مسائل، من تو شرکت چند تا پروپوزال هم نوشتم، ایده دادم. خب میدونی مثلا چند از مثال ایده‌ای که دادم بگم، یکی این بود که مثلا اسپیشال دی برای شرکت اضافه بشه. دیدین مثلا یه روزی مثلا کل شرکت همه با لباس راحتی میان اینجوری، مثلا اینا نوشتم. مثلا یا مثلا مناسبت خاصی اضافه بشه، شرکت بتونه یعنی از حالت اینکه کار روتین خارج بشه، چون روتین آدمو عادت میکنه خوبه. خب ولی هر چند وقت یه بار نیاز داره که این روتینا به دلایل مختلف شکسته بشن. خیلی از شرکت‌ها تو تهران هم این شکلی ان که خب به صورت نمایشی مثلا میری تو شرکت برنامه‌نویسی، میری تلویزیون داره، دستگاه گیم داره، PS5 داره، همش هم بعدن مثلا با بچه‌ها حرف میزنی میبینن میگن که الکی اونجا اصلا افتاده، هیچ کسی استفاده نمیکنه، فقط برای نمایش اون PS5 گذاشتن اونجا بگن که مثلا ما بخش گیم داریم تو شرکت، اونا توی مثلا تایم‌های خالی این کار میکنن. ولی واقعیت اینه که روتین ثابتی بود که آدم‌ها همش مجبور بودن این مسیر رو مثلا به صورت همیشه تکرارش کنن. حالا شما تجربهاتون بهم بگین که با این روتین ثابت چیکار می‌کنین؟ مثلا مجبور میشین که تایم‌های زیادی که کار نداشتین دیگه، مثلا تو حالا اون تایمی که شرکت بودین، چه اون تایمایی که حالا خونه بودین که برای مواد مثلا دورکاری اونا، شرکت مستلزم کرده شما رو که تو دسترس باشین همیشه، مثلا برای محمد بیشتر، و نه یا حداقل برای شما که تو شرکت بودین اینجوری بودش که نه مثلا اجازه نمیداد از گوشی استفاده کنین یا فلان از این داستانا. یعنی داستان چی؟ برای من حداقل همش بهم میگفتن آقا از گوشی استفاده نکن، چون که من تایم خالی رو میرفتم تو گوشی و میگفتن نه این کارو نکن. حالا شما چی بگین در مورد این روتین که میگی؟ مثلا از زمانی که حضوری بود که همین کاری که بقیه میکردن ما میکردیم دیگه، همون 8 صبح میرفتیم 5 بعد از ظهر هم برمیگشتیم و هیچ چیزی نداشتش که مثلا تایم استراحت داشته باشه. مثلا هر کی خسته میشد میرفت برای خودش مثلا یک قهوه درست میکرد، یک کاری میکرد و وسیله تفریحی و هیچی هم نداشتش. کلا همون هم چیز روتینی بود که تو همه شرکت ها هست. موقعی هم که مجازی شد که کلا در واقع یه جوری اون مجازی نبود دیگه، اصلا اون پایان همکاری من با شرکت بود و چون دقیقاً همون موقعی که ما با هم داشتیم این حرفو به من زد، من وسط یه پروژه‌ای بودم که داشتیم با هم انجام میدادیم.
به من پیام دادن گفتن که بعد از اینکه این حرفا رو من زدم به من گفتن که مثلا این داکیومنت این کاری که کردی بفرست، مثلا ما بقیه کارو انجام بدیم. بعد گفتم که من داکیومنتی ننوشتم، اگه میخواد داکیومنت بعد براتون بنویسم. بعد حالا نمیدونم بحثی پیش اومد و اینا دیگه، از اونجا بود که دیگه اصلا کلا با اونا با من تماس نگرفتم، منم باشون هیچ تماسی نگرفتم و کلا اصلا 2 ماه آخر من تو شرکت کاری نمیکردم، فقط توی خونه بودم. اوکی، حالا چند تا پروژه مثلا تو شرکت انجام دادی؟ مثلا اولی بود که بعد مثلا کنسل شد رفتی دورکاری، یا نه مثلا چندمی بود؟ پروژه که مثلا انجام میدادیم در واقع اون پروژه‌های اولی پروژه‌های تمرینی بود که ما میدادن. مثلا همین سیستم مدیریتی که شما میگی، مثلا ما اونجا از جیرا استفاده میکردیم. یه سیستم مدیریتی مثلا به من میگفتش که اینو برای خود رو سیستمت بالا بیار، کرک کن، مثلا چیز کن که مثلا اگه یه زمانی اینا سیستمشون پایین اومد تو باید باشی مثلا اینو بیاری بالا، مثلا یه اینجور کاری بکنی. بعد مثلا گیت لب رو بیار بالا مثلا استفاده کن، مثلا یعنی تو سیستم خودت مثلا. ولی پروژه واقعی نه. یه پروژه واقعی دیگه هم دادن که اونا تا جایی که میشد انجام دادم و تقریبا یک دو تا دیگه هم بود که فقط داکیومنت نویسی بود. و این آخری هم که یک پروژه بود مربوط به همین جیرا بود دیگه، یک قسمت همین جیرا بود. چون این چیزایی که من گفته بود من خیلی مثلا مسلط شده بودم به این قضیه و اینا. مثلا مشتریشون مثلا یک فیچری می‌خواستش، اون مشتری به من وصل کرده بود، بعد منم با اون صحبت می‌کردم و اینا دیگه، مثلا داکیومنت تو چی هم ننوشتم. وقتی با من منتورم صحبت کرد که مثلا داکیومنت بفرست، من گفتم داکیومنتی ندارم، اگه میخواد باید بنویسم دیگه. حالا منظورم این بود که اگر میخوای باید به هر حال یک شماره حسابی از ما بگیری، پولی بگیر. بعد 3 ماه دیگه نمیتونم مثلا رایگان این کارو براتون انجام بدم. دیگه با من ارتباطی نگرفتن و انگار خیلی رفتارش دوستانه نبود خیلی موقع. منم این موقع این حسو داشتم. منم آخر سر خیلی مجبور شدم مستقیم بگم که من حقوقمو میخوام که دوباره بهم بدن. در واقع انگار خیلی سعی می‌کردم انگار نیده بگم این داستانا رو. حالا سوال برای سید محمد، تو هم جواب بده. بگو. در مورد اینکه یه روتینی داشته باشیم و اونا، یه سامانه‌ای بود برای خود شرکت، ما اونجا توش گزارش کار ثبت می‌کردیم که از چه ساعتی میومدیم تا چه ساعتی و چه کارهایی رو تو اون روز انجام دادیم، حالا چه چیزایی رو مطالعه کردیم. همه این چیزا رو ما موظف بودیم که اونجا یادداشت کنیم و بنویسیم براش. اینجوری نبود که یک سره بشینیم و اینا، حالا یه تایمی میومدیم بیرون میرفتیم یه هوایی می‌خوردیم و اینکه بگن اصلا از گوشی استفاده نکن و این داستانا، اینا نبود که مثلا گیر بدن به گوشی طرف و اونا. نه، همچین چیزی نبود. اینجوری بود که مثلا از قسمت‌های دیگه تیم که تو شرکت بودن، چون اتاقای مختلف بود، می اومدن بیرون با بچه‌ها صحبت می‌کردن، خوشو بش می‌کردن. اینا رو داشتیم. واقعا این که مثلا گیر میدم به من تو شرکت به جز مثلا یه دونه مدیر تولید که رفیقم بود واقعا دیگه، مثلا رفیق خیلی مثلا آدم فرندلی بود، واقعا اخلاق عجیبی داشت. این به جز این واقعا کم تا کسی میگفتن، ولی چون اون شرکت اینجوری بود که تو بخش تولید بودم واقعا استفاده از گوشی خوب خیلی چون که اون دستگاه خطرناکه، اگه اتفاقی بیفته فلان اینا همش با حواسشون بود دستگاه بود همه آدما، و یعنی هیچ فرقی هم نمی‌کرد. بعد اینجوری این تفکر که تو شرکت ما بود اینجوری بود که باید آشار فرانسه بودی واقعا دیگه، هر کاری هر بخشی بود مثلا اتفاقا باید میرفتی اگه بلد بودی دیگه تا زیادی کمک می‌کردی درست شه و همین. حالا دیگه نزدیک 56 دقیقه یا 1 ساعت اینا داریم حرف میزنیم، خیلی دیگه دارم اذیتتون می‌کنم. بریم حالا بخش پایانی. این سوالو حداقل جواب بدین که شما اگه برگردین دوباره این شرکت رو میرید، این ترکاب شرکت میکنید؟ آره نه خالی هم نمیخوام بگین که اگه احتمالاً این شرکت دیگه ای بود مثلا این کارو میکنه، یا نه مثلا اگه چجوری میشد که ادامهش میدادین این کار رو دوباره از اول میرفتین، یا تره چی چیزا نیاز داره که مثلا بهتر بشه؟ برای خودم اگه بخوام بگم، من به هیچ عنوان دیگه مثلا دوره کوآپ شرکت نمیکنم، حالا چه سمیرای باشه چه شرکت دیگه‌ای باشه. ببینید دوستان، اگه مثلا شما به خاطر این طرح کوآپ قرار 9 ترمه بشید، اصلا براتون هیچ صرفی نداره. یا مثلا من 9 ترمه بودم ولی با این طرح کوآپ بازم 9 ترمه، اما ولی ترم 9 هم بسیار سنگین شده و حتی با این حال بازم میگم هنوز ارزشش نداره. خب که من اینقدر سختی تو ترم 9 بکشم به خاطر همین دوره کوآپی که رفته بودم. شرکت، راجع به شرکت میگی، وقتی شما میرید اونجا پیش مسئول کوآپ و شرکت‌ها رو انتخاب میکنید، یه جورایی به شانس شما بستگی داره. خب حتی تو همین شرکت منم بازم به شانس شما بستگی داره. ممکنه شما برید زیر دست یک آدمی باشین که اون منتور خوبی باشه و شما رو به یه جایی برسونه که بعد از شما بتونید برید سر کار و نمونهش هم وجود داشته. و ممکنه زیر دست یه نفری باشید که هیچ چیزی ازش یاد نگیرید و من یه موردی هم هستش میخوام همینجا بگم بهتون که اگر شما مشکلی خوردید تو اون با اون شرکت، با منتورتون یا هر کس دیگه ای، حالا تو حوزه نرم افزار مثلا شما تلاش کردی 2 ماه 3 ماه تلاش کردی رفتی شرکت،
فقط اون حوزه رو بلدی، جای دیگه نمیتونی بری. با اون آقا به مشکل میخوری. اگر حتی شما بیای با دانشگاه صحبت هم بکنی، که من اومدم این کارو کردم، گفتن که اگر میخوای برات پیگیری کنیم، گفتم که شما پیگیری هم بکنید، من باز هم باید برم همونجا کار کنم، چون جای دیگه نمیتونم برم دیگه، چون تخصص دیگه تو قسمت‌های دیگه شرکت ندارم. خب و بازم باید برم همونجا کار کنم و بازم چیزی یاد نگیرم، فقط برای من یک هزینه رفت آمد داره. موقعی که دورکاری رو من گفتم پول نمیدن به من، اینا رفتم همشو به دانشگاه توضیح دادم. دانشگاه به من اینجور جواب داد، گفت اگه میخوای پیگیری کنی، گفتم نه دستتون در نکنه، من همینجوری دورکاری با شرکت ادامه بدم، به نفع هر دو طرف میشه. برای خودم منم این شکلی بودش که حالا من اگه بخوام برگردم، همین چیزی که اول گفت برای حداقل درسایی که پاس کردیم، اگه به این فکر کنم هیچ وقت واقعا برنمیگردم، چون که ارزش نداشت. الان مثلا احتمالاً برای من 10 ترمه میشم و حالا با اینکه مثلا باز آقای ولی نژاد حالا تو این دوره که هستیم مسئول دانشگاه آقای ولی نژاده و 12 واحد برامون درس مثلا خارج از رشته درسته اختیاری برامون رد میکنه. خیلی مثلا این فیشر مهمیه، بقیه دانشکده اینا نه 3 واحد یا 6 واحد اینا رد میکنن، ولی اینجا 12 واحد برامون رد میشه. درسایی هست که خیلی برامون مثلا تا حدی تاثیر داره و مثلا درسای حالا خوبی کنن نتیجه خوبی داره، ولی باز به هر حال اون یعنی شاید نسبت به بقیه اونقدر عقب نیافتیم. اینجا 12 واحد به صورت عادی توی ترم ما 18 واحد درس پاس میکنیم دیگه، خیلی مثلا آدم درس خونی باشیم. و مثلا اینجا نهایتاً 8 واحد 6 واحد کمتر، ولی خب یه سری درس‌ها چون تو فصل‌های مختلف ارائه میشن، وقتی بعد از اون برمیگردی دانشگاه چون نمیتونی دیگه اون درس‌ها رو بگیری، دوستات همه گرفتن، باعث میشه خیلی عقب بیفتی و این خیلی بده، اون خیلی به ضربه میزنه حداقل تو این قضیه. ولی خب برای من این سری نکات مثبت داشت شرکت، این که کلا فهمیدم فضای کار تو ایران چه شکلیه، چقدر داستان داره تو مثلا صنعت، چقدر سخته، آدما واقعا دارن برای پولای کوچیک چقدر زحمت میکشن. واقعا میگم مثلا ناراحت کننده است بیشتر از چیزی که فکر میکنم و من واقعا دلم نمیخواد فضای کار ایران دوباره نگاه کنم، ببینم. واقعا میگم این به شدت اذیت کنم و ناراحت کنم از این زندگی‌ها، چون آدمایی هستم که با همه دوست میشم و باهاشون حرف میزنم، خیلی مثلا داستان زندگیشون هم تعریف می‌کردن. اینا واقعا آدمایی هستن از سطح‌های مختلف جامعه که داستان‌های تلخی دارن واسه گفتن و این داستانا تو محیط کار خیلی رو من روی مثلا تفکرم روی اینا تاثیر گذاشت. و داستان دیگه این که من تایم که بودم هوش مصنوعی داشت کم کم ترند میشد توی دنیا، چت جی پی تی تازه اومده بود، نسخه 3.5 ان شاء الله. شما که یه روزی این پادکست رو میشنوین نمیدونم مثلا چت جی پی تی اون هست یا نه، اصلا چقدر چیز خفنی شده. ولی اوپن ای آی سن آلتمن، یعنی اون مدیر که الان هستش و خیلی داستان هم داره، چند بارم اخراج شده و اینا و برگشته و حالا نمیدونم قرار به چه سمتی بره. واقعا اون موقع داشت ترند میشد، خیلی چیز جذابی بود. من همش داشتم بخش مهمی از شرکتم مثلا راجع به این چیزا تحقیق می‌کردم، بعد اون همکارامون هم خیلی دوست داشتن راجع به چیزا بدونم. من شده بودم مثلا بلنگوی هوش مصنوعی تو اون شرکت و مثلا میشستم بعد برای هر کدومشون تو بخش مختلف سعی می‌کردم هوش مصنوعی پیدا کنم بهشون بدم، بگم که مثلا تو می‌تونی این کارت با این انجام راحت‌تر انجام بدی. اینا خیلی مثلا این به کارشون میومد. بعد همین. حالا سید تو بگو که چی داستانتو بگو. حالا با توجه به تجربه‌ای که تا الان کسب کردم تو این بگم 8 ماه اگه شما من آره هنوز هست. حالا ادامه میگم. اگر قرار باشه دوباره برم، ببینید بستگی به خود دانشجو داره. سعی کنین حداقل تا میتونین شرکتی برین که نزدیک به خونتون باشه یا محل زندگیتون باشه. مثلا اگر توی ساری زندگی میکنین، تو همون ساری بگردین شرکتی رو در واقع توش مشغول بشین یا هم چیزی شبیه به همین. چون که حالا جدای از این هزینه رفت آمد که بگیم، حالا رفت آمد زیاد هزینهش مهم نیست، مثلا خیلی زیاد نمیشه، مبلغ زیادی نیست. اون اسکانه برای خیلی سخته. شاید یکی از دلایلی که خیلی دوست ندارن کوآپ این رفتن و الان دیگه دوست ندارن برن، یکی این مشکل باشه. ولی سعی کنین که به نزدیکترین شرکتی که میتونین در واقع اونجا واردش بشین و اینکه باعث میشه، یعنی شرکت تو این دوره باعث میشه اون از فضای امن و کسی که تا حالا تجربه کار نداره از فضای امنی که داره خارج میشه و چیز جدیدی رو تجربه میکنه و یه سری اگر مسئولیت پذیرم باشه یه سری استراپایی که موقع کار داره اونا هم تجربه میکنه. یه مسئولیتی که به دوشت میذارن. دوره کوآپ حداقل برای من، الان هم همچنان با اون شرکت دارم همکاری میکنم، خیلی سختگیرتر شدن. الان دیگه به عنوان کارآموز من اونجا نیستم. درسته همچنان آزمایشی هستم، ولی خب خیلی سختگیرتر شدن که دوره کوآپ هم هنوز شاید خیلی از شرکت‌ها اون فضای کاری
بیرحمشون رو، حالا واژه‌ای که استفاده می‌کنم شاید درست نباشه، کامل نشون ندن و بعدش شاید اگه ادامه همکاری بدن با اون شرکت شاید اون موقع متوجه بشن. البته بگم چیزی که من خودم یادم رفته بود که شرکت که توش بودم بعد از اینکه کارم تموم شد به من درخواست چیز داد، درخواست استخدام داد، یا حداقل حتی بهم گفتش که تو برو ببین چقدر از دانشگاهت مونده، برو در بیار چند ترم مونده فلان مونده، یا مشکل سربازی چجوری میشه و اینا پیگیری کن. من مثلا میخوام برای آینده شرکت مثلا استخدام کنم این آدما رو، تایم تو رو داشته باشیم مثلا با اون استخدام تو از این داستانا. که حالا من دو پهلو جواب دادم، نمیدونستم حالا میخوام این کار کنم. تو اون تایمی که بودم دیگه خیلی خسته شدم از شرکت، 8 ماه اونجا بودم و خیلی داشتم دیگه اذیت کننده شده بود برام. و حتی توی بازی قرار شد دوباره با دانشگاه مثلا حرف زدن که آقا که پنجشنبه جمعه ها مثلا پنجشنبه جمعه نه مثلا چهارشنبه یا پنجشنبه رو مثلا برام اونجا، که آره اونم باز درست نشد و نرفتم. و به هر حال خیلی تجربه جالب بود. دوست داشتم انسانایی که توی مثلا چند وقت اخیرم، چند دهه عمرم شناختم، حداقل تو اون شرکت دیدم، باشون زندگی کردم واقعا. اینو بهم بگین به عنوان حرف پایانی، شما به آدمی که قراره چند سال آینده مثلا فکر کنیم مثلا 20 سال آینده خودتون حتی برگردین 20 سال آینده به این پادکست گوش بدین، خب میخوام بگین که الان تو چه شرایطی بودین، توی چی فکر میکنین راجع به دنیا، چه جبری از تاریخ هستیم. خب اینکه حداقل من خودم بگم، من بگم که بچه‌ها ما الان توی سال 1403 ایم. دنیا درگیر جنگ‌های مختلفه، چه این ور جنگ اوکراین، چه اون ور جنگ فلسطین و اینا. ایران درگیر رکود شدید اقتصادیه و هر روز داره وضعیت بدتر میشه، دلار گرونتر میشه و همه این داستانا. هزار تا درگیری هست. اینترنت رسما اونقدر خوب نیست، فیلترینگ شدید هست روی اینترنت. حجم زیاد از رسانه‌ای که هممون استفاده می‌کنیم فیلتر کامل، یعنی اینستاگرام یا واتساپ، تلگرام، اینا همشو با استفاده از وی پی ان میریم. امنیت بسیار پایینه، امنیت اطلاعات و 1 سایتمون دارن هک میشن و این مشکلاتی هست دیگه. با عنوان علوم کامپیوتری باید بدونیم که واقعا تو شرایط اینی داریم زندگی میکنیم که و تو این شرایط هم ما داریم برنامه‌نویس میشیم، تو این شرایط داریم کار میکنیم، شرایط میخوایم زندگی کنیم. شما به اون انسان آیندهتون بگین که به تجربه زیستتون تو دانشگاه مازندران چه شکلیه، تو شرایطی که الان هستیم. خب کسرو خوب گفتش دیگه، خیلی چیزا فیلتر و ما در واقع یه سردرد ما اینه که بگردیم وی پی ان خوب پیدا کنیم. حالا خیلی هم میخرن و خیلی هم خب مجبورن بگردن پیدا کنن که استفاده کنن دیگه. اتفاقایی که میفته، کار پیدا کردن نسبتا سخت شده. یعنی هر جا که بری میگن که باید سابقه کار داشته باشی، در صورتی اون طرفی که 0 کیلومتر میخواد یه جای کار کنه کجا سابقه کار گیر بیاره؟ سابقه کار نداره. برای همین میگم خب یه دوره‌ای که حداقل میشه اون 8 ماه هم که هستی یه معرفی نامه چیزی بهت میدن که بگی من این جای کار کردم. که یه چیزی بگم، این که آدم اگه بخواد رشد کنه، حالا اول به خودم میگم، فردی که بخواد رشد کنه باید دور بشه. ما یه روز به دنیا اومدیم، یواش یواش از آغوش مادرمون دور شدیم، رشد کردیم. یواش یواش اومدیم رفتیم مدرسه، حالا یکم دورتر شدیم. همینطوری ادامه پیدا کرد. خیلی از بچه‌ها الان از راه دور میان دانشگاه، از شهرشون، خونهشون دور شدن. این باعث میشه که یواش یواش رشد کنیم، تو جامعه‌های مختلف قرار بگیریم. و اینکه یه موقعی هم پیش میاد که وارد بازار کار قرار بشیم، وارد جامعه بشیم. آدم باید از اون محیط امنی که برای خودش ساخته دور بشه، استرس و استرس هایی رو تجربه کنه که تا حالا نکرده و کاملا اینا طبیعیه. اینکه بعضی وقتا ناامید بشه، بعضی وقتا خسته بشه و دیگه حوصله نداشته باشه که ادامه بده، اینا همش طبیعیه. و خواستم بگم که تنها چیزی که نباید پیش بیاد برای شخص تلاش کنه که پیش نیاد اینه که ناامید نشه. خب یه ثانیه فقط بگو که آینده رو چه شکلی می‌بینی، سیاه یا سفید؟ یه دل آینده سفیده دیگه. حالا چون که از دوره ما به بعد، یعنی خلاصه همیشه که الان در واقع اکثر جاهای جامعه فکر کنم دست دهه 50 یا 40 یا 50 دیگه، درسته اگه اشتباه نکنم. اکثر دیگه حالا دوره ما که برسه که بشیم حالا دهه 80 و 70 و اینا، طبعا اون قسمت اعظم جامعه رو اگه ما تشکیل بدیم طبعا قشنگ. اوکی، البته با این حساب که کسی بمونه واقعا تو این کشور. یعنی بگم که من به عنوان کسی که مثلا توی یک کلاس ریاضی 40 نفره که
اکثر همکلاسیام چیزو شام بودن و تو کلاس ریاضی فکر کنم فقط من و یه نفر دیگه موندیم الان اینجا و همه رفتن. یعنی من هیچ کس رو نمیبینم، یعنی دوستامون رفتن، یعنی عزیزترین آدمایی که زندگیمون داشتیم و مهاجرت تو این دوره که الان هستیم واقعا بیداد میکنه. یعنی همه دنبال اینن که برن از اینجا و همین. محمد جون تو حرفی نداری بزنی؟ اوکی، پس ما دیگه این پادکست رو میبندیم. با همتون خداحافظی میکنم، ان شاءالله موفق باشین و اگرم خواستین برین کوآپ حتما جدی بگین مصاحبه رو، حتما به این چیزایی که ما حرف زدیم گوش بدین و همیشه هم شاید اینطوری نمونه، تو هر دوره بهتر میشه. الان دوره من یه جوری بود، دوره بچه‌ها یه هوا بهتر شده بود. بگو اینکه اگر جایی میرین انتخاب کردین که برین کوآپ برای شرکتی کار کنین، اون 8 ماهی که شما اونجا کار میکنین همون بازخوردی که شما میگیرین اونها همون بازخورد از یه دانشجویی که از دانشگاه مازندران اومده میگیرن و بدون اینکه این بازخورده تو انتخاب‌های بعدیشون از دانشگاه تاثیر میذاره. یعنی مسیری که شما دارین میرین و در واقع اینه که دانشجوی دیگه هستن بعد از شما که در واقع شاید خیلی شما شاید اهمیت ندین ولی خیلی نیاز به این فرصت دارن که حداقل بتونن تو اون شرکت مشغول به کار بشن. پس اگر وارد دوره کوآپ شدین 100 که نه 80 نه 70 یا 60 خودتون رو بذارین که بعداً اون شرکت بگه خب من از دانشگاه مازندران همچین دانشجویی داشتم، خوب بود، نسبتاً راضی بودم، پس بازم اگر کسی از اون دانشگاه درخواست داد این فرصت رو بهش بدم که بیاد مشغول بشه. ولی خب هیچ شرکتی از اینکه کارگر مفت داشته باشه بعدش نمیاد. یعنی تو وقتی که این هست اینا آدمی که با نصف قیمت بیاد براشون کار بکنه رو هوا میزنن. یعنی تو هرچی، ولی باز به هر حال این خیلی مهمه که آره واقعا این که حالا سید محمد گفت درسته، واقعا اگه واقعا کاری که رفتین توش وقتی که دارین میذارین واقعا کارتون رو انجام بدین که چون برای شما آدمایی هستن حداقل نگاهی که به شما هست و خوب بهتر بشه. اوکی، خیلی ممنون از همتون و خداحافظ.